نشریه زناکم از قبل منبعش برخی تفصیلات تا این ساعت معلوم شده کشتار زن محضگر در شهر چلیابینسک روسیه را نشر کرد. با گفته این منبع یک شهروند 23 ساله تاجیکستان از این زن چیزی بیشتر از محض خواسته است ولی زن رد کرده است. گفته می شود جنایت صبح بر وقت روی داده است ولی جسد زن را تنها دوام روز بعد آنکه به زنگ‌ها جواب نداده است پیدا کردند. با گفته منبع زناک جوان تاجیک به طالور محضگری واقع در کوچه چایکوفسکی آمده بعد پروسیدور ریلکساسیا از زن محضگر طلب سکس کرده است. بین آنها چه گپ گذشته است هنوز معلوم نیست ولی بنا به فرضیه پلیس بعد جواب رد گرفتن مشتری محضگر را کشته از جای حادثه فرار کرده است. زنی که کشته شد 34 سال داشته، کسبش ارائه مساج اروتیکی برای مردم بود. در رابطه با قتل او بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه پرونده گشودند. مرد گمانبر و کارمندان پلیس ولایت چلیابینسک علاقه معین و دستگیر کردند چون که ویدیو کامراهای نظارتی در داخل تالار محضگری جریان حادثه و چهره این مرد را ثبت کرده بودند.